گولمو چجوری به بازی اضافه شده؟ ما جان میخواسته که به ویلیجر یه نگهبان بده که اونم شد آیرن گولم. آیرن گولم مثل خود ویلیجر هست ولی خب گنده لات و اینجوری هست ولی گنده و از آیرون ساخته شده ولی ویلیجر از پوست آده. خب و میخواستن که یه دونه پناه یعنی یه دونه بادیگارد آهنی بسازه که زامبی ها و اسکلتون ها بهشون حمله نکنن. معلومه الان کریپر ها هیچ کاری ندارن چون کریپر ها با ویلیجر ها هیچ کاری ندارن. بعد این نگهبانی که میبینید و این نگهبان ویلیجر ها آیرن گولم یعنی میشه. آیرن گولم هم واسه همونه.